نوید میخوای سلام کن من بعد چیز. اوکی. سلام به همه اشغول پشغولیه. نوید چیزی ابوبیک شکیلا خوش اومدید همگی به ویدیو ماینکرافتی دیگه. امروز اومدید با مپ ترسناک پویزن با شکیلا عمو بیگ. یادتون نره بچه حتما زنگوله کانالو بزنید. چند وقت ویدیو گذاشتیم یا استریم گذاشتیم هر سه تامون با خبر بشید. لایک کامنت و بازداشت کردن ویدیو هم فراموش نشه. میلاد نمیگی؟ نه من آخر میگم توضیحات من بعد. سلام بچه ها، حمایت و انرژی مثبت یادتون نره، کامنت ها و لایک و اینکه بازی ترسناکه حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشین. مرسی از نگاه قشنگتون. دوستان عزیز سلام، اومدیم با یه مپ ترسناک. میدونم این مپ رو یکی دو باریه که رفتم، ولی یه بارش تنهایی بوده، یه بارش بازدوید خیلی سال پیش و امروز قرار 3 نفره بریم، چون سری قبل موفق نشدم تنهایی مپ رو رد کنم و این سری کمکی آوردم. پوست بلالو بدون معطلی بریم سراغ این مپ ترسناک، فشار بخوریم، نوید جیغای بنفش بکشه و ما کلی برو بریم. لزبو با اینو بیریم از کجا شروع میشه؟ اگه نویدو بکشی 300 به حسابته. رفاقت ما ارزشش بیشتره. فشار بخور کسی که دونیت کردی. یزید برو نوید بعدا 300 تومن رو از زحمتش میشه. مگر میبینی بذار کمه حساب. چه صدایی بود؟ اوه شکل تغییر جنسیت داده. یه صدای دیگه میده ازش. چقدر سمه. نوید شکیلا در درون تو یک پسری نه پسر چیه؟ یه نره خره 40-50 ساله نبود که. نگو ادامهش نده. همین صدای تکمیل کننده جمله اونه. بزنی ها. میلاد قلبم جان. نوید کو؟ نوید کجا؟ این جایگاه منه. خدای کجا رفته؟ بله جاخ شده رفته اونجا. این از این الان چجوریه؟ آخه دیدم اینجا نوشته یو، گفته اینجا جای شماست و گفتم وایسم دیگه. بیا اینجا عکس یادگاری بگیریم ها. این بچه اصلا من میشینم. اه. برو بالا وایسا بالا کله. من وایسم. خیلی خوب تو برو وسط. خب داستان این مپو خیلی از بچه ها بلدن چون دیدن مثلا رفتیم، ولی اگه یادت رفتید چون خیلی سال پیش بود، 1 سال پیش بود فکر کنم، شاید بیشتر، یه 2.5 سال پیش اینجورا بود. نمیدونم دقیق، ولی داستان این مپ راجع به یک دانشمند بسیار وحشتناک و خشنه. اسمش بلاله. واقعا؟ بلاله. اون که خنده دار کرده این دانشمندو که توسط یه دونه پویزن یا سم یا هر چیز دیگه ای تبدیل شده به یه موجود بسیار وحشتناک و هدفش از این کار اینه که دنیا رو نابود کنه. مگه ما مردیم که این بزنیم دنیا رو نابود کنه؟ اون که زوده، با اون زود بودنش هیچ غلطی نتونسته بکنه. این که دیگه معلوم نیست مال کدوم ده و روستایی اجابه خودش تمام دستگاه انداخته. آره واقعا شنازاد اون روزی که لباسا رو سوزوندی معلوم بود هیچ کاری نمی‌کنه. خب آقای داشیام بایستی لحظه. اسمش بباله؟ عشقی بود فکر کنم. سلام عزیزم چطوری؟ میگه بلاله چی؟ نوید جونم. به نظرم اینا کسایی هن که این مپ رو رفتن. آره دیگه، مثلا شاید هم تو ساخت این مپ همکاری کردن. به نظرم باید همکاری کرده باشن چون تعداد آدمایی که مپ رو رفتن شاید به چند صد هزار نفر برسه. خب شاید اینا یوتیوبرهای معروفی بودن که رفتن.
راست میگی. اینم میشه. البته نمیدونم کسیشونو میشناسی داخل یوتیوب؟ نه والا هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم من. خب. ولی به احتمال خیلی زیاد همونه که گفتی اینا کانتنت کریتورهای معروفشونن. اینا که کلشون مونده چی هست؟ اینا جا نشدن، فقط کلشونو گذاشتن. اینا چه استریمراشونه. نه اینا ادیتوراشونه. آره خب جای منم که اینجاست و قشنگ به اینا اضافه یه میشه. سری چیزای آموزشیه. ببین واسه این میتونی قایم شی. پور داخلش قایم شو نبید. اگه بلال افتاد دنبالت باید قایم شی تو این. بلال اگه من اینجا نبینه واقعا کوره، مشکل دیگه‌ای داره. نه نگاه شیفت اگه ول کنی بدنت مثل رنگ پس زمینته، اصلا قایم میشی. خب نمیشه شیفت ول کرد تو اینجا، نشستنه فقط نه همینجوریش هم پیدا نیستی. جدی نگاه کن. بذار من برم تو برو کنار. برو عقب‌تر. چقدر زایر. اصلا معلوم نیست اصلا. جدی آره بس با خیال راحت میتونیم از جلو بلال رد شیم بدون اینکه سر صدا کنیم. میگه که نوشته که چی نوشته چستا را باز نکنید تا وقتی که دیالوگایی که داره اتفاق میفته تموم بشه. ای والا. اینم که معلومه دیگه، کلید باید بندازی توش و نیاز به کلید داره، قفله. خب اینا هم که some machines you must active to، میگه یه سری ماشین رو باید فعالشو کنی تا داستان بره جلو. آره این هم که کامند بلا که دستش نباید بزنیم و you will get کمپس and map. این قطنما میده و نقشه. آخرش هم که واسه دوربینای مدار بسته است که میتونی چک کنی. اگه این داستان مپ همچین چیزایی دیدید اینجوری استفاده کنید. این تهش هم یه سری آیتم سمه. این هم دیفیکالتی گیمه چون ما 3 نفریم حرفه‌ای. نه تو رو خدا میلاد نکنی اون کارو، دیوونه نشی. نورمال به خدا اگه بذاری رو هارد تا وسط را بریم نتونیم بریم بعد بریم از اول بذاریمشون نورمال و ایزی بریم. نوید میریم. من چی تو این شکلایی که من دیدم تو این چند روزه من میبینم یه دونه تبره چی دایمندی بعد بهش اد بدیم. نوید گوش کن. باید بریم 3 نفری بالاخره یه جوری چیزش میکنیم دیگه. شکل‌ها رو میذاریم حواس بلال رو پرت کنه. من با بلال بابا خوبه بلال سمیراه. آقا هارد نبید 2 بار این مپ رو رفتیم الان هم 3 تاییم. واقعا نامردی بخوایم ایزی یا نورمال بذاریم دیگه. گردن خودته باش گردن خودت باختی نبید ماسکم بذار. آره این خزم واسه مال منه شکیلا. آره اون توتم ها شکیلا. یعنی چی؟ کتابای پایین چیه؟ زیاد مهم نیست چون محو رفتیم یه بار. آخه این چه ماسکیه؟ مگه کرونا اینجاست که من ماسکو بزنم؟ من چشم چرا معلومه؟ خوبه دیگه تو اونجا قایم میشیم نمیدونه. نه متاسفم چشم من معلومه. آره بگی چشم من لوچه خودت ازت چش نداری. آقای داشتم پروتکل امنیتی رو رعایت کردیم. حالا بیایید تا بریم. خرسه چیه؟ خرسه توتمه. بگیر اون دستت یه بار بمیری دوباره زنده میشی. افو بزن دیگه. یه دونه کافی 64 تا واسش عد بزن حداقل. برو بریم لازم بریم. آره نو پویزن سازندش هم پوتیتو من یا مرده سیب زمینیه که اسپانیش هم هست. واو اسپانیش پوتیتو من تسکرتا قنبلینا کنسپت مک. خب اینم که یه مپ ترسناک به نام پویزن. استارت کارو کی میزنه؟ وایسا نزن برو کاری هست. مرسی
خوش اومدی. تانک یو واسه نگاه. دونیت. سلام بشنازید خوبی. یه دقیقه دونیت شدم. بریم. او چقدر دونیت شدی؟ 10,000 تومان هم. ای بابا 10 تومن برداشت دلارم مرسی نمیشه. واسه دونیت. یا بزن زدم وای نوشته Are you ready؟ ادونچری دمتون؟ آره. بله بزن یه بار دیگه هم یه بار دیگه بزن. وای وای وا شروع. چرا تاریک شد؟ خاک سر تو بود روانی. فکر کردم مال دیگه. پویزن. یا الانی که بیاد صدا سایرن هد میده. آره راست میگه. دفارست. خیلی خوب ما که رفتم شد و بریم دفارست شد. مرحله 1 جنگل ایلال صدای چوری میاد. کتابه چیه دستی نوید؟ کتاب نوشته که یه دونه روستایی نزدیکی هست ما بریم اونجا. راست میگه؟ آره خب نوید با این قیافه که ما رو روستایی نمیبینن بیشتر فکر میکنن ما مامورین نوکلیریم یا بیشتر فکر میکنم مردان سیاه پوشیم پاتاجکی. چه ماسکمو درارم؟ فیلمه بود دیدیش؟ اگه مریض شدی پای خودت ها. مگه کسی اینجا مریضم میشه؟ آره آره دیگه همون پوشن سمه بود مال چیز. باشه بذار بفرمایید. اینم بره ور دل ولال ولمون کنه اینو برو بچه در بیار برو. شکیلا مجبوری بری با فلان ول بزنی. همینمون اصلا من میرم برو کنار. کجا بری؟ خداحافظ موفق باشی. خیلی کردم. نوید جونم کتگوری رو چیه؟ نمیدونم برو درستش کن تا منم درست کنم. گشنمه. مال من درسته. برای من درستی من همیشه جزشته یا خدا. نکن نخوری تا من بیام. اینم کتگوری نمیتونم شکیلا رو بزنم چقدر بد. آخه نزن. خب نزن آره. خب به هم راحتی. خب حاج نوید جونم ریکورد دانه. آره Let's go. برو بریم. دورایی دینگ 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 شکی چو؟ دینگ 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 دب کنی دوراییه شکیلا رو بفرستیم یه بر خودمون بریم. آره شکیلا تو برو راست. واقعا که شعور نداری. راست میگه آقا نوید تو با شکیلا برو من تنهایی. نه نخی نوید. همه با هم دیگه میریم چک میکنیم هیچ کسی جدا نمیشه. تو چرا واسه خودت پلن میدی؟ تو چرا واسه خودت پلن میدی؟ تو چرا من تنها میفرستی؟ آقا تاس بنداز. پاس بندازی. تاس توس آقا. چی؟ نگاه کن اصلا نگاه میکنیم تک و رو میایم. خب خب هر موقع گفتم 3 یا میگید تک یا میگید رو. آقا بشین پاشو ایش کنیم. یعنی چی؟ یعنی همون رو تکو بکنیم بشین پاشو هر کی دوتا نشسته بودن دوتا با هم برن اگه آره. وایساده بودن تک مثلا اینطوری. حل 3 گفتم دیلی حساب نیست. اوکی 1 2 3 پیشنهاد ستایی با هم بریم قبل. بس خیلی خوب اول میریم راست نگاه میکنیم. اکیلا برو جلو. بابا یه سی جلو میگه دیگه. چپ بهتر. مردمون تویی بابا برو. نخه میلاد همه پیرتره اون بره. نخه برو من جلو برو جلو همیشه هم کلی آرزو برو دارم. جلو تو تم داری عوضی. نبید این جا پنجه چیه؟ فکر کنم باید بزنیم. نمیشه زد جا پنجه پشتته. دست نزن به پشت. پیرنش یعنی چی؟ خب کوچه بومبسته. نه فکر کنم بومبسته مومد چیه؟ باشه. ادامه داره اوی نوی تو اینم دوراییه. نه چته؟ مرد شور خودی گلو تو ببرم. صدا جغ میاد.
کاش میلادو بخوره بخندیم. جغد که سب کن سب کن. وای مطمئن نیست نوید صدا جوی وای نوید وای. چته آه. اوه وای خدا این جنازه کدوم بدبختیه. خدایا یعنی میشه شکیلا رو توی همچین وضعیتی ببینی؟ میلاد تلسیمونه مگه نمیبینی؟ بله کار کرد مگه ندیدی چی شد؟ اومد تو صورت یارو دونست شد. داداش وای خدا. نوید خب من بده. آقا برگردیم اشتباه آمدیم به کل. یه صندوق چی توشه؟ مف. میلاد عوضی اینقدر مفره به تورن کبوت تو صندوق هم رحم نکرد. عزیزم تو رنگ به درد بخوره. حالا شب کلیپر میشی. اینا نمیشه چیه؟ گذاشتش. بخواد دیگه ادونتیوری دیوونه. نوید جان جان قابلتو نداره. برو بمیر. یعنی چه برو بمیر؟ برداشت آقا یه راه مخفی. میلاد گمت کردیم احمق تو ول نکن برو. یه راه مخفی پیدا کردم. کو؟ دادم اینجا یه زیر زمین بود. توهم زدی؟ نه چیه اینجا؟ میلاد زیر چسته. زیر چسته که نمیتونی ببینیم که آخه. نه خیر بابا اصلا میبینی واسه خوده. نگاه اون چه خنگه این از این خنگتر. خب آقا بیایید از این بر بریم. من که اول گفتم راه چپ رو بریم. این شما من گفتین گفتم چپ بهتره. کی گفت چپ؟ کی گفت جکیلا چپ؟ گفت. یه دایمن بده. گفشه بابا باد یا مال گزان نداری میمیری سری به این چیه؟ گم شده. گم شد چه مماخی داشته بچه ویلیجر بوده. آخه. آی مفری نکن. لباس قادری میکنی سوپ استخون همه چی برداشته باشه. شکل استخونه رو برد به دردت میخوره. میخوام بدم تو نه خیر تو گوش نه نشاد شما. چه وقت بیا نه خیر گوش بده. آقا این سوپو میخورم سلامتی همتون. سوپ شلغم برو تو حلقم. منم سوپر رو خوردم. چرا سوپا با کاسش گاز زدی؟ نه نه، خیر کاسش کاسش برای اینه. تو. دست من چی؟ بیا بفرما. گوش دارم اگه میخوای بپزش. آخ راست میگه. فرنس من سراغ دارم تو این مپ. تو سرت بخوره فرنس. شکیلا این چیه؟ زارن چقدر گمت شبیه کردن. توه دماغش اندازته. گوش نه بدی خیر گوش بدی جان. من خبر بد دارم واسه بفرما. ما الان هر دو تا مسیر اومدیم ته دوتاشم بس است. چه غلطی باید بکنیم؟ نه این کی پس گفت چی؟ تا این اینجا بسته ادامه داریم. ادامه بیا. داره؟ اوره یه خونه دیگه یه مفته دیگه کسی نه. نیست. مگه میشه چیزی نباشه. نمید نمیدون میلاد چی؟ اینو نگاه تو اینجا. یه بری پیشش ببینیم کیه. سلامت شد. با یه سره. من بگم یه ته. اوه اینور بیا میلاد ببینیم چی. با این چیه؟ چی ببینم. این راه نداره نوید به اون ور. آره بس هست. یه یه همون خونه خونه من. هست که چست داشت اومدیم چیز آره آقا کردیم. با هم باشید تنگی کسی نداره. شکل وایسا با هم بریم. با هم یواش اوه خوردیم به سراحی این دفعه. شکلا اینو تون برو جلو اینو تون برو جلو. نه نمیخوام اینجا حتی یه خبریه که نه نه نوید بده نوید برو. نه چیه؟ آقا تک و رو میندازیم. یا حق. کک. نوید من جلو بریم. برای چی؟ شاید فقط تو نشستی. راست میگه. خیلی خب پس باش سلام هم بیایید. اصلا مطمئنی بعد از این بریم؟ برو آره از این بره برید. خب وایستا نوید. ها نگاه تو روی این بلاک وایستا روی این سبزه. کدوم؟ این سبزه این این خب شکلا تو برو رو اون خاکیه وایسا. اینا نوید یه میخواد یه معماست. کاری بکنه. نه معماست بابا برو رو اون خاکیه. نمیشه دیگه. نه اون یکی جلوتر اوه چی شد؟ وای این چیه؟ اوه. چه صداییه؟ اینه
خیلی بیشوری قلبی. او داره خون میریزه ازش. نه این آب کلشه، کله پاچه از بیش کاش میشو بزن اینور نباید بریم دیگه، تموم شد اینور. بزن این ورد تش بریم. خب شکل تو بایسته رو برو گم شو، من دیگه هرچی که تو بگی و برعکسش هرچیش یواش یارو اینجوری آمیزون شد اینجا. بیا بریم جلوتر ببینیم چی اونجا مثل ساختمونه میلاد. آخه میلاد این چاهه این وسیله اعدامه. گیوتینه. آره اینجا پر جنازه تو چاه. خودت هم که جنازه برو قاطی شو. ساکت شو، مو میای. نمیشه رفتشون. وا اینجا رو نگاه، اینا رو آویزون کردن. خدای من پیرنشون. آقا من به همون چیزه، به اون مپ مزخرف راضی شدم، میشه برگرد. داره دستگاه مجازات جنگ های صلیبی افتادم اینا رو دیدم. من تا صبح اونجا پارکور میزنم ولی به یه خبر خوش دارم. ها تو رو قرآن منم میام تو رو خدا منم راه بدید. با 2 نفره رفت یه 3 نفره ببینیم جا اون میشه. یه دونه پیدا کردی بیاد دنبال اون کرد بدونیم 3 تامون جا میشیم یا نه. بیا اینجا بابا بهتر اینه که یارو بلاله بیاد بلالشو یعنی با بلال چیز کنم بو نگیرم. او مفتو آقا قبول نیستی که تو میفتی جلوه گوشتمو گذاشتم بپزه. اوه اینا رو چه مفتی بردم. منم گذاشتم بپخه. کسی دست به غذای من نمیزنه ها. ایمان من به خدا گلوتون نره پایین اگه دوزید. خب استیک کو غذام من برداشتم. بزن اگه تونستی بزن. با هم بقولید به هم نقولید. با زبون خوش بده من غذامو. ببین من زبون بلد نیستم. فوش برای هر کی بزنه. خیلی فوش. رو هوا چه صفاته برو بر. چی داری میگی؟ من دارم غذا خودم ور میبرم. غذا دیوونه. اگه تونستی برش. کی برش یکی رو من؟ چه کلیکی میگم خدای من. هیچی دیگه من همون 3 تا گوشت خودم برداشتم. اینا هزینه است. بریم آقا. کی غذا نداره؟ چی من ندارم. خب تو گوشت بخور دیگه. چقدر بیشوری، بده مال منو. آقا غذا میلاد آقا بده غذا. میلاد چند غذا داری؟ جدی میگم هارد نیاز داریم. جدی میگم بده. خب یه دونه مرغ از اینجا بردار دیگه. مگه میذاری همون ثانیه برش میداری؟ خب نه آخرشو میذارم برا تو. بیا نمیخوام. بیا من برداشتم. برداشت. سریم غر میکنه اینجا غر نکنی ها. ندارم نه دوز انقدر. یه دونه بده بهش. بیا شکیل این مرغ. ازا نمیگم من اینجا گوشگی طلب شم کی پاسخ خب گوه. یه لحظه وایسید گوشت آدم رو میپخیم میخوریم یه لحظه وایسید. اینجا رو وای چیه؟ به کجا میره؟ یه لحظه وایسید. میلادی پایین کارت دارن. بیا وایس نوید داره جیش میکنه تو آب. یه لحظه وایسید. نوید من استریمو یه بار قطع و وصل اوکی. نمیشه رفتون بالا از اینجا. الان باید بره پایین. 3 تا بلاک کنده شده اینجا. یعنی چی؟ نویدن نوب. واسه چی نوب؟ نه غذا میلاد همه رو برداشتم خیالتون راحت. نفهم چرا ویکنس داریم ما؟ گوشت زامبیه اینا. بخل گوشت زامبی رو بپخ بخل برای خودت. گوشت زامبی رو نمیقلی؟ من گوشتم تو بخوری. به تا این چهار رو نگاه شکیلا. بغل این جنازه تیاب از این ور از این زاویه ببین میبینی این کله رو؟ کله چی؟ از اون گوشه.
برو کاش. همزمان به صدا رد و برق شد. میلاد اینجا یه دونه راه مخفیه، ما نرفتیم تو بیای ببینیم چیه اینجا. اوه این راه زیر زمینیه. خب من گفتم یه زیر زمینیه. آدم همون کجا بود؟ آخ اوی 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 یه چی؟ اوی بیا بالا میلاد. بیا بالا. کلید اینجا از اینا که راست کلید میگه کلید می‌خوره. میخواد. کلیدش پخشید دنبال کلید باشید. من از این ور نه میرم. من تنها شکیلا برو نمیرم. برو. تنهایی نیست که. پخشید بابا این چه پخش شدنی شما داری؟ نوید دنبال چی الان؟ اچس کلید پیدا کردم. نداره. پیدا کردم. کو دستمه اینا کو کی نوشته اینا. بیا بریم بازش آره. کنیم. روش نوشته کی. آره این چیه؟ چیه؟ این کاس هست دستت. این بر این دستم دستت چیزی نمیبینیش واقعا؟ اینو نمیبینی؟ نه سر کارم گذاشتی؟ شکیلا تو اینو میبینی؟ چیزی دست میلاد میبینی تو؟ نه والا. این چیه برو بابا اسکل. سر کارم گذاشتی؟ یا خدا آجی جن داره اینجا جان تو نبینی اینجا جن داره خب معلومه که داره، مگه نمیبینی وضعیت جنگلو که بریم کله پیدا کردیم. بودو بریم باز کن یه بودو بریم تو خونه شکیلا صبر نمده. کنید آقا چیل باشید. ها. آقا اول باید غذا پیدا کنیم. بازی هارد حسابی باید غذا داشته باشیم. من 4 تا گندم دارم، 4 تا گوشت گاو آره، دارم، 2 تا آره. گوشت گوسفند. تو رفتیم دیگه بیشور فرنس بعد یه نیست دونه مرغ دادی به من. خب بیا جهنم و ضرر یه دونهشون. خیلی خسیسی. زامبیارم حتی آقا رحم نکنید. زامبی استخون هر چی دیدید بردارید. استخونم برداری؟ آره برداشتیم اونجا پر بود. بردارید هر چی از بردارید. بهتر از این چیه؟ اوه چیه؟ اینجا بریم شرک میاد ولی نوشته اول نوشته اول تموم کنید بعد بیایید. آره نوشته. خب من پیش شرک. نه برگردی اینجا باطلاق شرکه. خرش هم اونجا سفتکمو میزنه. آره آقا همین کل قضایی که داریم همینه یعنی الان 2 دقیقه دیگه